سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وارد بحث نقشه خونی شدیم یعنی و اینکه اول ویدیو بگم که خیلی ممنونم از اینکه چنل الکتریکال ماهر رو دنبال میکنید، لایک میکنید، کامنت میذارید و همینطور به دوستانتون هم معرفی میکنید. و در رابطه با کانال بهتون توضیح بدم که یک سری از ویدیوهایی که من ارائه میکنم خدمتتون فقط به جهت اینه که دوستانی که تازه وارد صنعت برق شدن بتونن استفاده داشته باشن و اگر مواردی مثلا مشکلی ای چیزی داشته باشن بهم بگن که من در رابطه با اون مطالب ویدیو ارائه کنم و همینطور دوستان دیگه هم استفاده داشته باشن. و حتما هم شما همین کارو کنید، کانال رو به دوستاتون معرفی کنید و ویدیو رو لایک و کامنت بذارید و ازتون خیلی ممنون میشم که بیشتر حمایت کنید. خب وارد بحث نقشه خونی میشیم. حالا توی ویدیو قبلی که من نقشه خونی به صورت خلاصه وار توضیح دادم و اینکه گفتم حالا اگر بازدیدها بیشتر بشه واسه خود من انگیزه پیدا میشه و اینکه بیشتر از دوستان بیشتری استفاده میکنن از ویدیو. و بحث نقشه خونی هم یه مبحث خیلی مهمیه برای تابلو سازا و کسی که وایرینگ میخوان انجام بدن. حالا بحث نقشه که میگن نقشه حالا فقط مختص وایرینگ نیستش، نقشه های مونتاژ هم هستش، مونتاژ تابلو برق که ما تابلوهای LV، MV و کنترل حتی داریم. و مبحثی هم که هستش توی صنعت برق شما با نقشه اول سر و کار دارید. اون کسی که طراحی میکنه دست شما میده و اینکه شما باید اجرا کنید، حالا هر چیزی که داخل نقشه هست رو پیاده کنید داخل خود تابلو. حالا وارد بحث نقشه میشیم که اول از هر چیزی میاد قسمت اول صفحه میاد توضیح میده حالا تو چه پارتی قرار داره، تو چه در چه پروژه‌ای هستش و همینطور مثلا اینپوت مینویسه، اوت گوینگ مینویسه، مثلا ورودی هستش، خروجی هستش، نمیدونم، و آیا کنترل هستش آیا یا نه تابلو فقط مثلا LV MV که اینجا نمی‌شین که می‌بینید برای تابلو LV هستش که حالا در قسمت‌های دیگه هم حالا سمت راست که می‌بینید که یه سری جداول وجود داره که میاد اینجا سازنده رو با نمادی که حالا لوگویی که داره نشون میده یا حتی مشتریایی که هستن و یا حتی کسی که اسم طراح نقشه نوشته میشه و آدرس های حالا خود سازنده، آدرس های مشتری و همینجور مسائلی که حالا موضوعاتی که هستش. حالا زیاد بحث نمی کنم در جداول، میخوام بیشتر کاربردی تر با شما توضیح بدم، چیزی که خیلی مهمه و چیزی که خیلی پر استفاده است. و اینکه توی صنعت برق از دستگاه‌های تجهیزاتی که خیلی پر استفاده هستن میخوام بیشتر صحبت کنم برای دوستانی که گفتم تازه ورود کردن به بازار، تازه ورود کردن به صنعت برق و یا دوستانی که امروزیت دارن تو نقشه خونی. این ویدیو براشون مفیده، مناسبه، میتونه استفاده داشته باشن ازش. ببینید اول از هر چیزی خود نقشه یه سری استانداردهایی داره که باید رعایت کنید. حتی اون طراحش هم باید اینا رو رعایت داشته باشه. توی نقشه ما ستون و تقریبا اعداد داریم که اینجا میبینید تا 16، از 1 تا خود 16 میبینید شما گذاشته شده، یعنی ستون بندی شده. همه اینا ستون بندی شده. الان فعلا اینجا مهم نیست چون که داره توضیحات رو ما میده در ارتباط تجهیزات، سیمبل هایی که هستش، اطلاعاتی که در ارتباط سیمبل ها داده میشه به ما، در تا اینکه حالا تجهیزی که میبینید مثلا زده مدل بخش. حالا من زیاد انگلیسی من زیاد قوی هم نیست ولی انگلیسیتون اگر قوی باشه که خیلی عالیه، خیلی عالیه، بحثی که خیلی بهتون کمک میکنه.
اینکه معلومه اوورلود هستش همون، یا به اصطلاح بای متال. حالا یه بچه‌ها میگن بی متال، حالا ما میگیم بای متال. بی متال هستش. حالا بچه‌ای که حالا دوستانی که تو صنعت برق هستن بیشتر یعنی جا افتاده این، ولی بای متال هستش در اصل. چراغ سیگنال هستش، بوبین هستش و مواردی که حالا کوربالانس هستش، ارت هستش، این هم تیغه بسته باز هستش و تقریبا اطلاعات رو با نمادهایی که میبینید مشاهده میکنید. این هم در پایین هر نقشه میبینید سازنده که نوشته شده با اطلاعاتی که داره و نماد حالا شرکت های واسطه‌گر و همینطور مشتری که هستش. و اینجا هم در قسمت خود نقشه هستش که نقشه های LV اینو بهتون بگم و MV، اینا نقشه های خیلی چه میگن پرحجمی هستن، خیلی شلوغن و اینجوری که دارم توضیح میدم به شما ممکنه بعضی سوال بشه که این چه روش مثلا توضیح دادنه، در صورتی که من میخوام عامیانه برای شما توضیح بدم. ولی اگه بخوام تخصصی تر به شما توضیح بدم خب ممکنه سی جاها متوجه نشید. به خاطر همین دارم به صورت عامیانه تا جایی که شده توضیح بدم. خب تو نقشه های LV خیلی مثلا اون شلوغی رو داره و اینکه خیلی باید تمرکز هم داشته باشید. بحث حالا میخواید وایرینگ انجام بدید تمرکز رو باید داشته باشید، بحث اینکه از چه نقطه‌ای دارید شروع میکنید و به چه نقطه‌ای دارید تمامش میکنید. که در این بخش ما میبینید که نگاه کنید ما تو این سطح همه به سطح تقریبا ستون دوم رسم شده تا به پایین. این ستون دوم قرار داده شده این نماد با این ادواتی که میبینید از اینجا از این قسمت باسباری که داریم، ورودی که هستش، سه تا فازی که هستش با نولی که داریم از اینجا ورود پیدا کرده و در این قسمت وارد شده، وارد بخش کلید شده و از کلید رفته به قسمت یه سرکل بریکر دیگه و کوربالانسی که میبینید این کوربالانس S1 S2 که داره وایرینگ میشه و این هم ارتش هستش و این هم کوربالانس دیگه. اینا خودش یه تجهیز دیگه هستش که کنار هر تجهیز تمام موارد گفته میشه. الان مثلا Q که نوشته Q در رابطه با اینکه نماد اینه که یه کلیدی هستش، یه کلید تقریبا خروجی یا ورودی هستش. البته اینجوری درست نیست، نماد یه کلید هستش در رابطه Q. K که دارید میبینید در رابطه یه بوبین هستش، یه کنتاکتی هستش اینجا زده شده. اینم اوورلودی که هستش هم بای متال که 95 96 هم تا فرمانش هم اینجا کشیده شده که و در این قسمت هم اگه من زوم کنم ببینید شماره صفحه و تجربه باید بنویسه. حالا اینجا چیزی که زده به نظرم درست نیست، چون توی نقشه هایی که ما توی ایران داریم اکثرا مشکل دارن و خیلی به ندرت برمیخوره که نقشه خیلی اصولی کشیده شده باشه. همه نقشه ها اصولی کشیده نشدن، این رو به خاطر داشته باشید حتما. این بخش ترمینال ها هستش، اینو حتما بیاد داشته باشید که هر جا X نوشته شده در رابطه با خود ترمینال هستش، داره توضیح میده. من اینجوری دارم به صورت میگذرم، نمیخوام وقت زیادی گرفته بشه و میخوام که متوجه باشید که در رابطه با هر جا اگر تجهیزی نشناختید یا براتون چی میگن نامفهوم بود، تو این قسمت اول نقشه هستش که نمادها رو توضیح داده. ارت فالت رله، این ارت فالت یعنی در تو یه رله ارت فالت. اینو مثلا من الان دیدم خب این چی هستش، اینم ارت فالته. گفتم خب این چی هستش، مثلا نمیشه شیلد کابل، شیلد کابله.
و این هم مثلا نوشته air circuit breaker، کلید هوا. خب یا خلای هوا. و عرضم به خدمتتون که در تو میگم یه سری تجهیزاتی که بس ما نامفهومه، نمیدونیم چیه، میتونیم از این صفحه استفاده کنیم. S1 که مثلا زده مثلا برای مثلا در رابطه با جریان ترانسفورمره، همون در رابطه با ترانسه، این علامتی که میبینید. اینم در رابطه با تیغایی که میبینید نمیشه فالت SD. فالت SD برای کلید هوای، کلید همون کامپکت هستش. میبینید در رابطه با تجهیزاتی که تو برق الان هستش داره بروزتر میشه، داره تغییر پیدا میکنه. خیلی از ما، خود من مثلا این سری از تجهیزات رو بعضی مواقع اصلا نمیشناسم، میگم آقا این تجهیز اصلا چی هست، کارش چیه. بعد مثال مثلا میبینم این مثال همون یا همون سرکت بریکر خودمون، همون کلید مینیاتوری خودمونه، ولی حالا پیشرفته تر شده، عوض شده. یا مثال مثلا صاف استاری که مثلا ما میشناسیم، میبینیم الان کوچیک‌تر شده، حجمش کمتر شده، خیلی بهتر از قبل شده، ولی به چشم امروزی کلا واسه ما ناشناخته است، مثلا نمیشناسیم. یکی از دلایلی که اگر یه موقع رفتید جایی مثلا دارید نقشه دستتون گرفته و براتون نامفهوم بود، خیلی عادیه، طبیعیه. چون که حالا بحث این که ما تحریماتی که حالا شامل حالمون شده، خب یه سری تجهیزات وارد کشور نمیشه و یه سری شرکتایی که هستن حالا اونا برای پروژه خودشون میارن، ولی بیشتر جاها نیستش یعنی. خب این از نقشه ما. حالا نقشه هایی که ما اینجا داریم میبینیم نقشه علوی هستش. حالا من زیاد نمیخوام ورود کنم که اینا نقشه های چند خطی گفته میشه دوستان. نقشه های چند خطی شامل تمامی تجهیزات هستش و شامل این که شما میخواید عملا وایرینگ انجام بدید. ولی نقشه های تک خطی یه سری توضیحاتی داره و یه سری جداولی داره در پایینش، طولانی هستش و اطلاعات رو داده به ما که برای هر تجهیز، مثلا برای هر تابلوی چه نوع تجهیزی باید یعنی استفاده بشه و با چه توانی، چه آمپری. خب توی این قسمت حالا ما یه نگاه دیگه بکنیم. خیلی هم هست اون وقت زمان میبره و هم که میبینید همه به یک شکله و مثلا این موقع کم و کسری تو نقشه‌های بعدی پیش اومده باشه که مشاهده میکنید. ولی تو نقشه حالا سیواکون که میبینید حالا کاملا منوالش در توضیح میده، در تا نمای بیرونی تابلو سیواکون یعنی همون MV نقشه تابلوهای LV سیواکون هستن. تابلوهای سیمو پرایم MV هستن. اینو حتما به خاطر داشته باشید. این تابلویی که الان می‌بینید نوشته سیواکون، در تا تابلو LV هستش که حالا تابلوی کشویی. این هم کلید هوایی که براتون توضیح میدادم که مشاهده کنید. این کلید هوایی ما هستش که استاپ استارت داره و این هم در تا با شارژ و دشارژش هستش، یعنی شارژ میکنه و زمانی که شما استاپ که بزنید دشارژ میشه و دوباره نیاز این که شارژ میشه و استارت بخوره. خب یه سری توضیحات در تا با نمای بیرونی تابلو داده و همینطور مشخصات خود تابلو رو داده. خیلی توضیحات زیاد داره، یعنی از برای چه صنایعی مثلا کاربرد داره. این هم خود تابلو سیواکون هستش، همون تابلو LV هستش که ماده تماما در رابطه با تجهیزات صحبت کرده که
در این قسمت پایینش گفته اینا در رابطه با مونتاژ تابلو هستش که اومده کلی گفته در رابطه با بازپارهایی که وجود داره در پشت تابلو، در بالای تابلو، پایین تابلو، در کنارهای تابلو و این پایه های تابلو هستش. در رابطه با محفظه‌هایی هستش، همین هواکشایی که داره، این هم بحث کشوهایی که هستش، بدنه ها هستن، جلو، پشت، کناره ها و بالا، پایین، که البته داخل خودش هم بازپار داره که برای هر کدومش که ببینید عدد گذاری شده و در اینجا توضیح داده شده، نوشته شده که در چه قسمتایی هستش این اعداد. توضیحات زیاد داره، حالا من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم یا بخوام توضیح زیادی بدم که حوصلتون سر بره. این از نمای تابلو LV هستش. خب حالا من بیشتر میخوام تابلوهایی که خیلی از دوستان یعنی مشتاقشن که با اون تابلو بیشتر سرکار داشته باشن و بیشتر توی حالا صنایع کاربرد داره، الان روز به روز داره تابلوهای کنترل مثلا داره جا باز میکنه، میگن جا باز کرده ولی نه آنچنان. خیلی از صنایع هنوز تابلوهای کنترل هنوز به کار نبردن و بیشتر تابلوهای حالا سنتی وار هستش که خیلی پر از تقریبا کنتاکتور و در تایمرها و اینجور چیزا. و اینکه حالا در این تابلویی که میبینید، تابلویی که مال پاکستان در تو مال شرکت چای هستش به نظرم، هم اگه اشتباه نکنم که تو پاکستان هستش، که این نقشش ما نقشه که در بودیم که میگم اول صفحه تابلو میاد در تو توضیحات میده، مثلا این برای چه نوع پروژه‌ای هستش و یه سری مشخصات دیگه، مثلا اسم حالا شرکتی که قراره مثلا براش تابلو تقریبا وایرینگ بشه، بعد اینکه مونتاژ بشه، اینا توضیح میدن. حالا وارد بخش بعدی میشیم که در اینجا ما همونطور نمادها رو داریم، سیمبول ها رو داریم با توضیحاتشون. اینجا حالا من خود زوم کنم، این نقشه نسبت به نقشه های LV و MV حجمش کمتره، بهتر میتونید متوجه بشید. تابلو LV و MV از نظر من سنگینه برای دوستانی که میخوان تازه ورود کنن و اینکه باید رفته LV رو مثلا MV رو باید کار کنن، بعد همینطور باید تکرار رو تمرین کنن و اون موقع است که میتونن خیلی سریع بتونن نقشه رو تحلیل کنن و بتونن وایرینگشون انجام بدن. خب در این قسمت که میبینید الان مثلا این نمادی که زده در تو با یه پریز هستش، این یه فنه، اینم که پنل لایت، چراغ سیگناله و اینم یه امرجنسی استاب پوش باتون. حالا تو این قسمت هم که میبینید مینیاتوری سرکل بریکر، دتای کلید داره توضیح میده و بوبینی که هستش، حالا پنل دور سویچ، این توضیحات رو داده. این یه سنسوره که سیمه هستش، تیغه باز کنتاکتور، تیغه بسته کنتاکتور، تیغه پوش باتون باز، پوش باتون بسته. این هم بخش ترمینال هستش، فیوز ترمینال هستش به این میگن، این هم PLC مود ترمینال. و اینجا هم کدینگ مثلا 12R1 مثلا اینو برای این اعداد مثلا نوشته شده، شیت نامبر، فانکشن و قسمت های دیگه. حالا توضیح داده، برنداشون رو گفته چه نوع برندی استفاده شده، مثلا MPCV که استفاده شده برای چه نوع برندی بوده. خب مثلا زیمنس بوده
یا اوورلودی که استفاده شده برای چی، برای کدوم برند بوده و همینطور رنگ بندی سیم ها رو توضیح داده اینجا. فاز چه رنگیه، مثلا کنترل ساپلایی که بوده 110 ولت AC مثلا زده قرمز، زیرو یا مشکی یا هر چیزی. در قسمت پایین هم که میبینید یه سری تاریخ هستش در رابطه با نماد یه شرکتی که نوشته کمپانی نیم، شرکت، اسم شرکت، توضیحات شرکت، شماره‌های تماس، اطلاعات شرکت و همینطور لوگوی شرکت. و اینجا مثلا در تو چه موضوعی هستش، در تو اطلاعاتی که هستش میبینید. این هم نماد خود همون شرکتی که تابلو براش ساخته شده، در تو کلینت نیم مشتری. این هم خود نمای داخلی تابلوه و همینطور هم بیرون تابلو که من اینجای خود زوم کمتر کنم مشاهده میکنیم. خب که در اینجا ما تجهیزاتی که میبینیم که به کار رفته شده و روی در همینطور، یعنی نمای بیرونی تابلو در قسمت دربش که مشاهده میکنید. حالا من باز یه زومی بکنم. اینجا یه پنل قرار داده شده، یه فن قرار داده شده، یه کلید سویچی قرار داده شده. اینم چراغ سیگنال هایی که هستش که هر کدوم وضعیتی رو به ما نشون میده، به اعلام میکنه. این هم در تا با حالا پارت نامبری که نوشته، یعنی تگی که نوشته، بخشی تگ، پارت نامه نه، تگی که قرار داده شده رو مثلا این تگی که قرار داده شده داخل نقشه به کار رفته شده و شما میتونید مثلا متوجه بشید که این مثلا برای چه کاری هستش، چه مفهومی داره برای ما. اینجا هم چراغ سیگنال های دیگه میبینید با یه کلید سلکتور میبینید با پوش باتونی که میبینید اینجا مثلا امرجنسی هستش احتمالا. این حتی در تو با فاصله رو مثلا با انتهای تابلو نشون میده و همینطور چراغ سیگنال هایی که هر کدومشون یه مفهومی دارن و در قسمت پایینش هم همینطور فن هایی وجود داره و تماما مشاهده میکنید که اینا مرتبط میشه با قسمت مونتاژ تابلو و در اینجا هم همینطور. و بعد از مونتاژ تابلو وارد بخش وایرینگ میشه تابلو دیگه که اینجا مثلا نشون گفته شده که داکتی که به کار رفته شده در چه سایزی هستش که 80x60 و این هم همینطور. این قسمت هم که ترمینال ها هستش، کلیدهای حرارتی هستش، این هم PLC ما هستش. قسمت پایین تر که ببینیم کلیدهای حرارتی میبینید که بیشتر مورد استفاده قرار با کنتاکتورها که میبینید کنتاکتور در پایین کلیدهای حرارتی قرار داده شده. این هم کلید مینیاتوری ما و ریله ها، درایو هایی که میبینید، ترانسی که هستش، کلید مینیاتوری، پاور سپلای، کلید مینیاتوری، کلید فکر کنم نشر جریان باشه اگه اشتباه نکنم. اینم ترمیناله، اینم باسوارمونه، ترانسمونه، اینم کلید قدرتمون هستش، یعنی کلید اصلی تابلو هستش که ورودی ما از اینجاست، کلید مینیاتوری. و این تجهیز که میبینید میتونید توی نقشه ببینید مثلا این اسمش چه نوع تجهیزی هستش که اینجا مثلا گفته شده، مثلا 5PFR pen 5. اینو یه کپی کنیم اگر اینجا بتونیم پیداش کنیم. خب بذار ببینم میتونم پیداش کنم. آره اینجا توی این قسمت توی داخل نقشه به کار رفته. خود کمتر ببینم.
خب اینجوری نمیشه. میخواستم داخل اون قسمت، یعنی اینجا، داخل اینجا متوجه بشم که این چه نوع تجهیزی هستش که اینجا اگه پیدا کردم اینجا فعلا پیدا نمی‌کنم. حالا نمیخوام وقتتون گرفته بشه، ولی خودتون هر تجهیزی که نمیشناسید رو میتونید پیدا کنید. طبق تگی که قرار داده شده برای هر تجهیز میتونید جستجو کنید و مفهوم رو متوجه این بشید که این مثلا تجهیز به چه درد میخوره. این در تا شیرهای برقی هستش، در تا شیرها هستش، شیرهایی که توسط برق انجام میشه که این شیر دو طرفه قرار داده شده که یک شیر عمل باز کنه، یک شیر عمل بسته قرار میگیره که این هم شیرش هم حالا اینجا هم توی تابلو به کار برده. خب در این تابلو ما اول بسم الله از اینجا شروع میشه. اینجا ببینید R S T N و ای که یه شین برای خودش داره و قسمت نول هم همینطور که ارت وقتی رفته به شین ارت و در اینجا تقسیم شده، نول هم همینطور و قسمت ورودی RST هم در قسمت اول MCCB 250 آمپر 36 کیلو آمپر که اینجا میبینید علامت Q داریم ما که من بهتون گفتم یه سری تجهیزات خب مفهومی دارن. بحث Q هستش که اینجا نشون میده که کلید ما داریم، اینجا بحث قدرتی هستش که اینجا ما میایم متوجه میشیم که از اینجا که ورود پیدا کرده رفته در داخل چه نوع تجهیزی. و این هم یک نکته خیلی خیلی مهم در رابطه با اینکه الان اینجا در این قسمت 5S2 رو میخونیم. خب چرا 5S2؟ چرا این تگ چنین عددی به خودش گرفته؟ به خاطر این ستونه. ببینید این دوتا با هم مشترک میشن و قسمت 5B3 5T2 5R2 این دوتا با هم مشترک البته، یا نه یا من در اشتباه میکنم. ببینید بر اساس ستون بندی که شده خب تگ هایی قرار میگیرن که حالا توی این نقشه من حالا میبینم رعایت نشده، مگه اینکه الان 5Q0 که قرار داده شده اینجا مثلا بر اساس اینه که از ستون صفر وارد شده، از ستون صفر رفته و در قسمت ستون 9 یعنی از صفر اومده اینجا L1 L2 L3 و به صفحه چندی الان؟ صفحه چرا اذیت می‌کنید؟ خود از زوم رو کمتر کنم. در اینجا ما حتی ستون و صفحه رو داریم که ستون و صفحه مشخص میکنه برای ما که یعنی زده صفحه 6 و اگر نقشه ما هم صفحه 6 رو باشه که ما میگیم بعد درسته صفحه 6 اینجا زده 44 دیگه درسته 44 صفحه است که ما در صفحه 6 قرار داریم که در اینجا ما هم طبق ستون و طبق شماره صفحه تعیین میکنیم که مثلا 6 F4
اگر در صفحات بعدی مورد استفاده قرار بگیره در کنار زده میشه که این المان از کدوم صفحه وارد شده و این الان داره به ما نشون میده این صفحه که به صفحه بعدی میره، یعنی ادامه داره در صفحه 7 که میبینید 6-9 از 6-9 میبینید اگه مشاهده کنید این صفحه 6 ماست. اینجا زده از صفحه 5-9 وارد شده، 5 و 9 ما اینجا میشه دیگه. این صفحه 5 ماست که رفته به 6-0، یعنی ابتدا و انتها رو نشون میده. ابتدا رو نشون میده و داره ادامه دار شماره گذاری میشه، یعنی این اعداد و شماره صفحه قرار داده میشه، یعنی به شماره 7 صفحه 7 ستون 0 قرار داده شده و اینجا نشون میده که از صفحه 6 ستون 9 اومده ورود پیدا کرده و ادامه رفته به صفحه 8 ستون 0. اینایی که میگم خیلی مهمن، باید بدونید که موقع مثلا تجهیزی که میبینید بدونید از کجا وارد شده. خب این نقشه های ما بود که من بهتون توضیح دادم که مورد توجه باشه در رابطه این که این نکات رو باید رعایت کنید. ستون و صفحه که اینجا حتی میبینید شماره خود تگ، توضیحات خود تجهیز و شماره گذاری هایی که شده و حتی میبینید 2 4 6 1 3 5 در تا شماره های خود کلید هستش و اینجا نشون داده به ما این از کجا اومده. مثلا یعنی صفحه شماره 15 خب صفحه شماره 15 رفته به چی؟ این رفته به صفحه 18. خب رفته به صفحه 18 0. الان ما اینجا نشون میدیم ببینید صفحه 18 شماره 0. خب شماره 15 بود، صفحه شماره 15 اینه. این چه تجهیزی بوده؟ تورل 18R1. خب بدونم درست. این میبینید این چیزی که وارد قسمت اینا بشه عملا نشون داده می شود که از اینجا وارد این صفحه شده، یعنی ستون شماره 0 رفته به اینجا. یه رله هستش، A1 A2شه، شماره تیغای باز و بستشه، این تیغ بستشه، این تیغ بازشه که 1 و 3 هستش وصل شده. خب اینا رو بدونید کاملا و این هم خود تجهیز زیمنس سری 300 S7 300 که عملا اومده اینجا همه رو توضیح داده. اینا در تا آنالاگ‌های ورودی هستش که گفته و با دیجیتال ورودی هم داره، مثل که زده روش آنالاگ ورودی زده دیجیتال ورودی 8 تا، آنالاگ ورودی 5 تا و آنالاگ خروجی هم 2 تا. خروجی 2 تا، ورودی 2 2 3 4 5 درسته. اینا هم دیجیتال هستش احتمالا. بله درسته، اینا هم دیجیتال.
خب اینم از حالا کارت های PLC ورودی خروجی آنالوگ دیجیتال، حتی نحوه وایرینگ، حتی نحوه شبکهشون رو نشون داده. MPI 1 DP آدرس 1 مثلا زده، آدرس 2 زده، حالا بحث منبعشه، حالا مثبت منفیشه و ارتشه. توی PLC حتما باید ارت وصل شده باشه، خیلی مهمه. خب دوستان، توضیحات نقشه خونی هم بهتون گفتم و اینکه توی نقشه خونی شما باید حتما تکرار و تمرین داشته باشید. تجهیزات رو باید بشناسید، یعنی اولا باید کار کنید تا بشناسید. و اینکه مثلا این نمادی که به شما نشون میدن رو باید بشناسید. بیا مثلا یه سنسور سه سیمه است که تیغ باز هستش، یعنی باید بدونید. و اینکه توی سنسورها ما دو نوع داریم، NPN و PNP، اینا رو باید متوجه باشید. و اینکه حالا تو مباحثی که حالا خیلی براتون مبهم شده، اینا براتون گنگه، اینا رو حتما در جریان بذارید و تا راهنماییتون کنم. و اینکه بهتون گفتم اگر هر تجهیزی براتون نامفهوم بود، خب هیچ کاری نداره برای شما. خب این مثلا بس این که این تجهیز رو شما میتونی مثلا تو اینترنت سرچ کنی، عکسش همین عکسی که هستش رو مثلا داخل گوگل بذاری پیدا کنی، اطلاعات کسب کنید اگر هر چیزی متوجه نیستید. و اینکه توی قسمت تابلو سازی که اگر در کار میکنید حتما به نکات توجه کنید. نکات در رابطه با اینکه اگر نقشه خونی دارید، اگر یا میخواید بهتون سپردن که نقشه رو مثلا چیز کنید، نقشه بکشید، یعنی تابلو بهتون میدن که آقا نقشه‌شو در بیارید. اول از هر چیزی شماره ستون‌ها رو در نظر بگیرید، شماره صفحه کاغذ، شماره صفحه رو در نظر بگیرید. حتما این شماره صفحه رو می‌بینید، حتما شماره صفحه رو در نظر بگیرید. یعنی شماره همین شماره اولی بنویسید کافیه، نمیخواد این انتهاش هم بنویسید، همین اول بنویسید، یادداشت کنید که برای نقشه خونی لازمه. یعنی تو نقشه بعد این اصولا رعایت بشه. و تو نقشه خونی خیلی ممکنه اشتباه انجام بدن و به شما بسپارن که بیاید وایرینگ انجام بدید و ببینید تو وایرینگ مثلا بعد از وایرینگ تابلو می‌بینید یه سری جاها مثلا عیب پیدا میکنه. اون دیگه تقصیر شما نیست، اون دیگه تقصیر طراح نقشه است. و اینو در نظر حتما بگیرید، هر نقشه‌ای استاندارد نیست و باید حتما چک بشه. و همینطور توی حالا مباحث در تو صنعت برق بر شما توضیح بدم. بحث کسی که حالا دوستانی که حالا میان آموزش میذارن، واقعا هم خیلی ازشون ممنونم اینکه دارن کمک میکنن. ولی تا جایی که میتونید وارد صنعت بشید، خودتون عملا وارد صنعت بشید، علم رو کسب کنید، دانش رو کسب کنید. حالا از گوشه کنارهای دیگه مثلا آموزش هایی که مثلا میدید حالا هزینه‌ای میکنید، اوکی، ولی بیشتر سعی کنید تو خود صنعت بتونید اون علم و دانش رو به دست بیارید. و اینکه تو بحث درآمدزایی برقم تا جایی که میتونید خودتون پیشرو باشید، نه که بخواید خود محور باشید. یعنی مثلا منظوری که بخواید بیاید دائما مثلا توی یه شرکت بخواید کار کنید، 1 سال نه تا 2 سال خودتون رو آپدیت کنید داخل اون شرکت، خودتون رو تقویت کنید، بعد از اون دوباره برید وارد اینکه خودتون بتونید عملا پروژه بگیرید، کار بگیرید. حالا این صحبت دلی بود حالا من کردم. و اینکه تو بحث حالا نقشه خونی هم اگر کم کاری شد حتما بهم بگید
من هر چقدر شده باشه مطالب در اختیارتون میذارم که شما بتونید استفاده کنید و بتونید ازش اونطوری که میخواید چی میگه ازش درآمدزایی داشته باشید. خیلی زیاد شد ویدیو، خیلی ببخشید، ولی امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه و همینطور کانال رو به دیگران، به دوستانتون هم معرفی کنید. خیلی ممنون میشم. بدرود.